10 روز اول ماه ذوالحجه. البته به همگان معلوم است که این 10 روز چی فضیلت دارد. الله متعال 10 روز اول ماه ذوالحجه را بر تمام روزهای سال فضیلت و برتری داده است. حتی برتر و بهتر و مهمتر از 10 روز آخر ماه شریف رمضان. البته فقط روزهای ماه شریف رمضان، نه شبهایش. زیرا 10 شب آخر ماه شریف رمضان از تمام شبهای سال برتر و بهتر و با فضیلت هستند. این ایام را 10 ذوالحجه می گویند. در روایت بخاری آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هیچ ایامی نیست که عملی نیک در آن نزد الله محبوبتر از این 10 روز باشد. یعنی انجام دادن هر عملی نیک در این 10 روز در نزد الله متعال محبوبترین عمل به شمار می رود. اصحاب کرام رضی الله عنهم پرسیدند: حتی جهادی در راه الله؟ فرمودند: بله، حتی جهادی در راه الله، مگر مردی که با جان و مالش خارج شود و هیچ یک را باز نگرداند. روایت بخاری. پس بر هر مسلمان لازم است که این روزهای بهترین را غنیمت بداند و از اجر و ثواب آن غافل نماند و خزینه عملی خویش را از این گنجینه چند روزه بی‌بها پر نماید. برادران و خواهران عزیز، این 10 روز را خوب غنیمت بدانید و هر قدر که می توانید عملهای نیک و صالح را بیشتر انجام دهید. اگرچه صدقه کردن 1 درهم یا نیم پاره خرما باشد. شاید این آخرین فرصت قبل از مرگ باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.